خیلی بچه اول کدومش رو می‌نویسیم؟ رقمی 10 عددی توپ است یا جفت است؟ جفت می‌نویسیم اول 10 اکبر جان بعدی 10 کدوم رقم است؟ بعدی 10 17 11 چی دارد؟ یک واحد و یک دهی دارد طرف شو بعدی 11 کدوم عدد؟ 11 عددی جفت است یا توپ است؟ چی دارد؟ یک واحد با کلمه رخش بچه ها رخش لقبی چی است؟ است کنی کی جمله ترکیب داده میکنه؟ رخش خب ما رخش داریم خب اسب ما دوند نام دارد امید؟ نامی اسب ما رخش خب بیا نویسه نامی اسب ما رخش است بالا خط نویسیم نامی اسب ما رخش جان همین جمله خود چند تا کلمه دارد؟ چند تا کلمه دارد؟ کلمه ها شبیه؟ 5 تا کلمه دارد خب برای چی رخش با حرف کلام نویسیم؟ برای آنکه این لقب حیوان است رخش لقب کدام حیوان است؟ اسب کنی از روی رسم اسب نشون که خب این رسمی چی است؟ اسب است خب آفرین کنی یک قرصک برای کنی بچه ها کدام حیوان های خانگی را میدونه؟ کنی کی؟ خب مهینه کدام حیوان های خانگی را میدونه؟ خب آفرین ما پیشک میگیم بچه ها پیشک لهجوی هستن و ادبی چی میگیم مهینه؟ خب کی ارده میکنه؟ کنی معصومه جون گربه آفرین باز مهینه خروس آفرین مور و چی داریم؟ گو آفرین خر آفرین کنی یک خرسک بچه ها برای چی ما را حیوان های خانگی میگیم؟ برای چی حیوان های خانگی میگیم؟ سویدی؟ برای آنکه ما در خانه چکار میکنن؟ زندگی میکنن آیا اینها یکم فایده دارن بچه ها؟ چی فایده دارن؟ کنی یک مثال بیاریم من فهمم که چی فایده داشتن؟ غیر طلب شو کار نادیه برای آنکه آنها در خانه زندگی میکنن مثلا گاو نادیه چی فایده دارن؟ گاو شیر و ما میدید شیر میدید آفرین شیر با چی میدید؟ با چی میدید بانو؟ گاو با چی میدید؟ شیر میدید با چی میدید؟ گوشت میدید آفرین خر و اسب چکار میکنن؟ کنی یوسف خر و اسب چکار میکنن؟ علف میخورن چکار میکنن؟ چی فایده دارن؟ کنی شهرام بارون هم ببرن
میکشونن. آفرین بچه ها، آفرین. خب
رفته. السلام علیکم پسرم. السلام. این خواهی من توان شده است کن. مبارک شود پسر جان. رحمت بچه جان. خوش آمده. قانون شود کنی جگید حاضراتا دفتر رو بیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا عمرش را دراز دهد. محبوباشگی جگرش خورمه. این چی گفت است؟ جمشی جینیمی این موی سفید. ادامه تگیرم دسترخوان بیار و این جگی دامی زور یافتم. اما پرواج خیلی نام صبری منیمی؟ نه یا قدیم است که بابا کلانم نامش در تگیر خال نماند. نامش با نبیدن نماند. نامش چیست؟ خاکی را اوتا با پسرم نامی حاضر زمان نمونه. از تو پرسیدمی
آخر آتت تا حاضره جورهایم مرا مذاق کرده گرگ آمد نگویم من ایزا نکشم. گورگلی جان تو ایزا نکش، من بوز کشتن نامی تو را موندم. اگر باید جوره های ابلهت گویم که گرگ آمد، تو گوسفند گورسکی میخورمت گوی. ای اوتا ماند این شوهرتان را در اداره شهادت نامه دهی نامی حاضره نمونم. ما این را گیر رفتیم به ادارهتان. آن ادارهتان در کجا است؟ ما این خروس را گیر، وقتی که نامش ماندیم بعد این خروس را میکشیم. برای چی خروس؟ مگر این زند نمیداند که من کیم؟ شناست کنم نامی من خروس علی مثل بابایش جنگره شود. امانت اما را خدا پناه دهد. مانت گبرا رفتیم به ادارهتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام حاجی بابا خوش خدمت. و نبینم پشتپار نگیرم پشتپار. حاجی بابا پاسپورت نه شهادت نامه. ما در دهات زندگی میکنیم، ما نمیدانیم که در این شهر خیلی گپ زده میشود. پس داندین گفا را یک سو گذارو بگو که وی چند سال است. 5 روزا نزد دخترک روید. السلام دختره. السلام حاجی بابا خوش فامیلیا. بویداقا نامی کودک خاکیرا. بابا نمی شود یگان نامی حاضر زبان باشد. خاکیرا و سلام. نمی شود در ماده 8 کنونسیون حقوق کودک آمده است دولت عهدهدار است که حقوق کودک را برای گرفتن نام شهروندی دستگیری کرده و دخالت غیر قانونی راه ندهند. همین گورگلی جان من 40 ساله شدم تا حال حقوقی با من گپ زدن ندارد. این نحتوتی 5 روزه چه حقوق داشته باشد؟ رفیق سردار این موی سفید گپ نمیفهمیدگی برید. حاجی بابا خوب گوش کن. کودک بعد تولد در حال به قید گرفته می شود و به نام خوب و معنادار حق و حقوق دارد. دولت عامل شدن این حقوق را تأمین می کند. فهمیدی؟ تو خدا کی هستی که با من گپ یاد میدهی؟ این گپ ها را تو یک سو گذار. زنک لبای موی سفید خروس گیر می رویم. این چه خیلی شهر است. ماده حقوق رفتیم خودمان چه کرده است. خاکی راه جان خودمان به دنیا می آره. خروس گیر دخترم. آتا خروس نیست. آن خروس در کجا است؟ اما پووا خروستانه رو با خورده است. زنک از اینجا در حال رفتن نمان در کار است که در اینجا روباهای دو پا بودند. موی سفید گورگلی جانی ما خفه نشود. ای زنکی ساده گورگلی جانی ما را که ها گرگ ها بردند. خانه
مهربان. من امروز به نهایت مهمانان گرامی، همکسان نهایت عزیز، دوستویکان و شاگردان به دل من نزدیک و از همه شیرین‌تر و مهربان‌تر، خلاص اهل نشست را خیر مقدم می‌گویم نور دیدار تاج سر. خداوند برای ما فصل‌های سال را عطا نموده است که یکی به دیگری بودن نمی‌تواند و هر یک همین فصل‌های سال به خود شکوه و شهامت خاصه دارند و اینک فصل تیرماه که یکی از فصل‌های بهترین سال که خانه همه مردم پر از انواع خوردنی می شود با ما علاقه خیلی خوش کرده ایستادند و شاگردان صنف یکی تصمیم گرفتیم که محفل را با نام عید زرین تیرماه برای اهل نشست پیشکش نماییم و اینک سخن از زبان شیرین دوسترویکان صنف یکی موسیقی ای آفتابی تابان بشنو سلامی ما را از خاک تا به کیهان بشنو سلامی ما را ای توتی سخنگو ای گلستانی خوشبو ای جان ما ای تو بشنو سلامی ما را ای قطعه زرافشان ای جاده بدخشان خطلای تاجیکستان بشنو سلامی ما را السلام ای مهمانی بهتر از جان السلام تا شود این منزل ما نورباران السلام دستشی برگرفتم ما بگویم این کلام نور دیده تاج سر خوش آمدید ای دوستان. السلام علیکم والدانی بهتر از جان استادان عزیز همه شما رو به صورت تربیوی خوش آمدید میگویم. اینک نوبت را به خوانندگان صنف یکی میدهیم. همسالان عزیز همه شما را به مناسبت عید مهرگان تبریک و تهنیت گفته به شما سلامتی خانش خوب و اعلی آرزو می‌کنم. بگذار همه فصلهای سال را دیدم مانند فصل زرین با فیض و با برکت باشید. شهودی بسیار دارد تیرما نام لنگرگاه دارد تیرما دست بالا روی خندان چشم سر دامن پولبار دارد تیرما پهن کرده خانی زیبا در زمین ناز و نعمتهای دنیا در زمین میدهد ما را با درگاهش خبر دارد آن توی و تماشا در زمین امید به تیرما و بابای دهقان بزمی ما زب ندارد. بچه ها بیایید تیرما و بابای دهقان را دعوت کنید. تیرمایی زرین رو تیرمایی زرین رو بابای دهقان بیا بزمی ما شود خوشروی. من تیرما هم تیرما من تمامی نعمتهای خودم را به شما تقدیم میکنم آباد باشه این نعمتها زمین نوش جانتان خانه آباد باشه. تیرما داری؟ بله بابا دهقان سیبک شیرین از من خورمای قندین از من تخته خیزان از من گندم انشان از من انار و سیب و انگور چه قدر های مردی دهقان ای خداوندی زمین روی تو پهنای گلبندی زمین روزی فیروزی تو باشد روزی من کشته های جامعه نوروزی من. تیرمایی زرنگار تیرمایی جلادار سر تا به پا طلایی تیرمایی زرنیسو آنکه هر ساعت 200 خروار را بر وطن با خاک تقدیم میکند آنکه با حرمت به اخلاص
تمام میپرستد زندگی را کار را سجده میآرد زمین و آب را هر نهالی پخته پربار را نامداری میکند از بزرگی خاکساری میکند. Слава миру на земле, слава хлебу на столе. Слава тем, кто хлеб растил, не жалеет трудов и сил. Осень, не спеши, из дождя подожди, дай еще нам лето, солнышко и света. Дождь по улице идет, мокрая дорога, много капель на стекле, а тепла немного. С неба смотрит солнце, миллионы лет, лед на земле, солнце и тепла и свет. هوا تخوانها در وصف تیرما. تیرما فصلی زرین است از ماه سپتامبر و اکتبر و نوامبر فصل تیرما است. تیرما فصلی گون و چین آتیل از انبار مردم پر می شود. تیرماهی زرنیسان شده مرجانت قطار حلقه‌های کهربا خندد پوری طلا. تیرماهی زرین رو تیرماهی زرین مو گویم تو با کمانم و عروسکی خسرو. اکبر تو میدانی نان چه خیلی پیدا می شود؟ نه بیا از دوفلونا پرسیم چی؟ هر سحر نان و پنیر شیر و شکر میخوریم اما شما میدانید که نان چه خیلی پیدا می شود؟ بابای دهقان زمین شد کار میکند گندم میکارد گندم میسبزد غذای گندم خاک و آب و آفتاب است گندم میرسد بابای دهقان گندم را میدرود در آسیاب گندم را آرد میکند آرد را مادرم خمیر میکند تنور را با آتش میتفساند خمیر را نان کرده در تنور میچسباند در گرمی تنور نان میپزد نان را ما با حلوت میخوریم. دوشنبه پایتختی جمهوری تاجیکستان است آن شهری خیلی زیبا و دلنشین می باشد.
ده ندارد آرام از افتادن ایشان کاری ده بسیار است دست همه بکار است بزه با ای تو یک تا ای دوشنبه بهشتی روی دنیای دوشنبه مرا این روز و فردایت خوش آید که خود پیوسته زیبایی دوشنبه اکبر من دهرم را دوست داشتم شهرم را دوست داشتم اکبر میدانی چی بیا از بیبی قیصگو پرسیم که ده خوب است یا شهر بیبی که در خانه از قیصه و افسانه است امروز هم بیبی آمدگی قیصه را سر کردنی شیرین نکنی بیبی بیاید بهترش بر شما قصه شهر و دهه را نقل کنم روز شهر پیش دهه آمد بین آنها چنین ماجرا شد من از تو کلانتر و زورترم همه زوری تو از رضای منم دروغ نگو تو غی از دست تو صحرا چیزی نداری همین دست تو صحراست که به تو نام میدهد اگر تو رفتور و ماشینی من نباشد کی زمینی تو رو کشت میکند اگر میوه من نباشد تو چی میخوری اگر بازاری من نباشد تو در کجا میفروشی شیر و قیماق مرا فراموش کردی به شیر و قیماق زندگی کردن ممکن اما به لباس من تو چه خیل میگردی اگر پخته من نباشد لباس تو از کجا پیدا میشود آنها همین خیل مباحثه کرده عاقبت قهری شدند از بین 3 روز گذشت شهر به آرد و گوشت و میوه و سبزوار ماند دهه هم به ماشین تراکتور به برق و لباس ماند ناچار شهر پیش دهه آمد و گفت سلام دوستم فهمیدم که ما به یکدیگر زندگی کردن نمیتوانیم او وقت مرا که گپ سخت گفتم بیا با هم دوست شویم دهه هم راضی شد و آنها باز دوست شدند بچه ها قصه بر شما معقول شد؟ بله شما نیز با همدیگر دوست باشید دوست آید سخت در آغوش گیر رسمی خوبی تاجیکان را گم مکنید Scatter della sciopole a della Красная девица сидит в девица, а коса на улице. Поле родился, на заводе варился, на столе растворился. Саша, пушистая вата плывет куда-то, чем вата не зачем должен бежать. Где-то врастает, очень ахада. Листья. با برکتی زمین شد حالا نازنین مهینه انیسه میرقصند
چکن رقص بیکن بیا با میدانه برقصی خود خورد و کبانه نما حیرانه چکن رقص بیکن بیا با میدانه برقصی خود خورد و کبانه نما حیرانه پیش بیا دور بیرا چرخ بیزن جلوه کن پیش بیا دور بیرا چرخ بیزن جلوه کن عجب زیبایی بسن سن میخواد لانه عجب زیبایی بسن سن میخواد لانه اونو میوه را بای میکنن کی سبزوات چیز گپ نمیزنن اون بای میکنن Adri di kapı.
Onu kanini tay sopnu bacham. Ay tu meva bu. Sopnu. Çiğ ha. Çiğ baran baran. انار مندرین Çiğ. بادرین بازی meva هست. ها مرحمت. O چشم باشن. شرطی بازی هم خبر. مرحمت کرده باید یاری رسانه فرزند کنه. هر کسی باشه. ای والدین یک نفر. بیا یک قرصک باید چکاری باشه. تا مرحمت شهزاد جان یه همه را جمع کرده. برای که میدوند که باباش بزرگ کن. چی است بردار؟ آناناس اناناس مگر سبزوات است؟ ها شلغم این چی است؟ بایم جان سبزوات است؟ سبزی جگوری کارتوشکا چی است؟ چی است؟ سبزی یا قیامت گرفته کدو کرم چی است؟ انگور ها مرحمت اکن باباشون روی اینجا برشون باشه ای والدین کسی یک خرسک یابدار زنید مرحمت ممکن چیز گفتنی داشته باشه با یک دو سخنی مهربانانه با لطافت و با نزاکت مرحمت شهزاد بابا تدوار بابا جون بیو بیاین یک خرسک باید سلامت بیو زرینده مرحمت شیخ سنجر شهنوزه شراف‌الدین شهرام کی نفسه گفته بلند بلند خواب نویز بادا و هم مساس منظور زبکی سوخ سلاب شیرین سوخ دنباب سبا خله خوندو از خوشمزه و خوشبو آمد تیرما در بینو باران من نمیترسم از سسکی آن بارگاهی دنگوها تیرما قانون بودم زیر درختان با چون پایانداز کتوندم تیرمای زنی ساکو ادیادو شما سبک شیرین از من خرمای قندین از من تخته خیمت از من گندمی ارزن از من انا و سه و انگور چقدر خواهی بیم تیرمای زنی ساکی میدی تو بسیار آسیل همه اون شهر مخلوط اوزون شهر من خون اوانی هم بخت نالون شهر اناری دانه دانه ایلفروز و دوانه خربوزه های شیرین سیمکی سوخی خانه حالا رقصی دختران سینف را تماشا کنید گیرنی اشتراک بگیر اشتراک بگیر